به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 61 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 19 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 14:10 در کوچه عبید زاکونی پایتخت مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه در حالت مستی او را لطکوب نموده بعدا به طریق زورآوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته است. اوید به این حادثه سنجش ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه شهر توز با عریضه زن 64 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از منزل استقامتیش مال و اشیاءهای روزگار، یک عدد ساعت دستی مردانه و یک عدد عینک مردانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانده شده 40,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن نویه 5 که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین گمانبر شونده با همین راه اولای ماه نوامبر سال 2023 به منزل استقامتی زن 33 ساله ساکن شهر توز در آمده از داخل جزدان جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 10,500 سومانی را تشکیل می‌دهد. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه بلجوان عریضه مرد 36 ساله ساکن نویه مذکور وارد شده است که ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از چراگاه دهشان دو سر چهارراه کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانده شده 13,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن نویه خوولینگ که پیش با ماده 245 قسم دوم کودکس جنایتی تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه‌های مذکور تفتیشاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اسماعیل سامانی مرد 31 ساله ساکن نویه مذکور با عریضه مراجعت نموده است که 23 اکتبر سال 2023 هنگام در نزد مرکز سودای کوشانیان شهر دوشنبه قرار داشتنش مرد 28 ساله ساکن شهر کولاب با راه فریب به باوریش در آمده از او به مبلغ 91,599 سومانی لوازمات روزگار را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این حادثه مورد تفتیشات قرار دارد. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که 15 ایول سال 2023 مرد 55 ساله ساکن شهر استرافشان با راه فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او یک عدد افت تمغه BMW را به مبلغ 165,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفته افت مذکور را به مبلغ 120,000 سومانی فروخته مبلغ به دست آورده را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اوید به این حادثه نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.